خب دوستان، قبل از اینکه بخوام وارد چهارمین قانونی بشم که برای شناسایی بعد ساختار مورد استفاده قرار میگیره که در مورد اون صحبت کردیم، گفتیم در فایل ویدیوی قبل گفتیم که علاوه بر سه قانون کلی که در راهنمای امواج الیوت داریم، ما از یک قانون اضافی چهارم هم استفاده میکنیم. در واقع قبل از اینکه به این مورد بپردازم، میخوام برای شما یک اشاره بکنم به ساختار درونی امواج. همونجور که صحبت کردیم، گفتیم یک موج ترند یا یک موج ایمپالس یا یک موج جنبشی یک ساختار 5 موجه داره. شما اگر در این تصویر نگاه کنید، 5 موج اول که در واقع بیانگر ساختار درونی یک موج ایمپالس هست یا یک موج ترند، کاملا مشخصه که یک ساختار 5 موجی است که به صورت در واقع اینو به صورت 1 2 3 4 و 5 نامگذاری میکنیم. در واقع بعد از اتمام هر موج شماره گذاری اون موج رو انجام میدیم به صورت 1 2 3 4 5 و معمولا ترند ها یا امواج ایمپالس یک ساختار 5 موجی در درون خودشون دارن و شما زمانی که چارت رو نگاه میکنید، وقتی که امواج رو نگاه میکنید، میبینید این امواج ترند دارای 5 موج هستن. در خود موج ترند اگر ساختار 5 موجی رو نگاه کنید، امواج 1 3 و 5 امواجی هستن که حرکت اصلی ترند بر مبنای اونها شکل میگیره. یعنی وقتی یک ترند به صورت صعودی هست، در واقع اصل حرکت بازار به وسیله امواج 1 3 و 5 صورت میگیره و امواج 2 و 4 که معمولا یک بازگشت مقطعی هستند، در واقع خاصیت کانتر ترندی یا خاصیت کارکشنی دارند و در خلاف جهت اصلی حرکت بازار یا حرکت ترند هستند. به همین دلیل بود که ما در واقع قانون سوم ویدیوی قبلی گفتیم که در واقع معمولا ترند ها در جهت ترند در تایم فریم بالاتر شکل میگیرن یا از درجه بالاتر. یک موج ترند که به صورت صعودی هست خودش دارای 5 تا زیر موج هست که به صورت 1 2 3 4 5 نامگذاری میشه. اما اگر دقت کنید، موج 1 به صورت یک ترند هست خودش مجددن که میتونه اگر اون رو زیر ذره بین بذاریم و در تایم کوچکتر ساختارش رو نگاه کنیم، معمولا ساختارش 5 موجیه. موج 2 معمولا ساختاری 3 موجی داره که به صورت کانتر ترند هست. موج 3 ساختاری 5 موجی داره مجددا به صورت ترند. موج 4 ساختاری 3 موجه به صورت کانتر ترند و موج 5 ساختاری 5 موجه به صورت ترند. پس معمولا ترند ها یک ساختار 5 موجه دارن که به صورت 1 2 3 4 5 نامگذاری میشن و اگر در یک ترند ما خود ساختار ریزش رو هم موجهاش رو نگاه کنیم، معمولا موج اولش 5 موجیه، دومی 3 موجی، سومی 5 موجه، چهارمی 3 موجی و پنجمی 5 موجه که البته در این مورد به دلیل اینکه به کرات در این دوره شما فایل های مختلف ویدیویی رو خواهید دید، کاملا قضیه براتون جا میفته و اگر در این مرحله و در جلسه اول کمی این قضیه نامانوس هست، به هیچ عنوان نگران نباشید. از طرف دیگه معمولا بعد از یک موج ترند که ساختار 5 موجی داره، ما شاهد یک موج کارکشن هستیم. کارکشن ها معمولا 3 موجه هستن که البته در این تصویری که شما در اینجا میبینید این کارکشن 5 موجی هست. حالا فرض رو بر این بگیریم که شما این 2 موج آخر رو در واقع در تصویر ندیده بگیرید و فرض بگیرید که به صورت 3 موج در واقع این کارکشن ریزش کرده. پس بعد از یک موج ترند صعودی ما شاهد یک کانتر ترند نزولی بودیم. این کانتر ترند یا این موج کارکشن به صورت A، B و C هست که موج A اون مجددا دارای یک ساختار 5 موجیه. موج B که در اینجا در کانتر ترند خودش مجددا خاصیت کانتر ترندی داره، دارای یک ساختار 3 موجی و موج C دارای یک ساختار 5 موجی است. پس معمولا حرکت کلی بازار به این صورت هست که موجهای ترند در جهت حرکت بازار و موجهای کانتر ترند برای نفسگیری بازار به کار میرن تا بعد از اون مجددا یک حرکت اصلی صورت بگیره. حتما در واقع نمونه مثال های متعددی که در این دوره خواهیم زد در مورد خاصیت امواج به کرات صحبت خواهیم کرد و نگران جا افتادن این قضیه نباشید. فعلا در حالت کلی این رو بدونید که معمولا موجها زمانی که شکل میگیرن، اول یک موج ترند اگر بخواد شکل بگیره
خودش دارای 5 موجه که به صورت 1 2 3 4 و 5 و بعد از اون یک کانتر ترند شکل میگیره که خودش دارای 3 موجه که معمولا اون رو با حروف نشون میدیم به صورت A B C. پس میشه 1 2 3 4 5 A B C. و زمانی که 1 2 3 4 5 رو بررسی میکنیم امواج 1 3 و 5 جزء موجهای اصلی هستن، موجهایی که خودشون ترندن و جهت اصلی موج ترند رو برای ما معین میکنه، و امواج 2 و 4 موج کارکشن هستن یا موج کانتر ترند. و در یک ABC امواج A و C در جهت اون کانتر ترندن، در نتیجه امواج A و C معمولا ساختاری 5 موجه داره و ترنده، و موج B در خلاف جهت این کانتر ترند نزولیه و در نتیجه خودش خاصیت کانتر ترندی داره. پس ترند ها زمانی که میگیم در جهت ترند تایم بالاتر شکل میگیرن به این مفهومه که فرضاً موج 3 در یک سیکل 5 موجی صعودی در جهت صعود شکل میگیره چون خودش خاصیت ترند داره، در صورتی که موج 4 در جهت خلاف این سیکل صعودی هست و خاصیت کانتر ترندی داره. کاملا مشخص هست که شما باید همجهت با ترند اصلی و در انتهای کانتر ترند ها یا کارکشن ها ترید کنید که البته در این مورد مجددا صحبت خواهیم کرد. اما بعد از اینکه این شکل کلی رو مورد بررسی قرار دادیم، در فایل بعدی توجه شما رو به چهارمین قانونی که در موردش صحبت کردم در واقع جلب میکنم، قانونی که اهمیتش و در واقع توجه به اون کمتر از 3 قانون اول و 3 راهنمای اول قوانین الیوت نخواهد بود.